بسم الله الرحمن الرحیم. با تورق یک کتاب دیگر ترکی به زبان ترکی، کتاب تاریخی، منظورم قدیمی، 200 ساله، 300 ساله، 500 ساله، 700 ساله، 1000 ساله، حالا هر چیزی که امروز نصیبمون بشه از نظر سال، و دست نویس و خطی، یعنی تک نسخه ها که از حوادث روزگار و از تهاجم دشمنان عاقل و دوستان جاهل در امان مونده و به دست ما رسیده. اینها آشنایی با این کتاب ها روزنه‌ای برای ما ایجاد خواهد کرد که از زندان مهندسی جهلی که در 250 سال گذشته بر ما مستولی کرده اند، اشغالگران بر ما مستولی کرده اند، از اونها به تدریج خارج بشیم. من در این 130 برنامه قبلی بیش از 200 کتاب ترکی تاریخی در زمینه‌های مختلف علمی، دینی، عرفان، فقه، پزشکی، داروسازی، بیماری‌های حیوانات به خصوص اسب، سیاست، ریاضیات و رشته‌های مختلف دیگری که الان به خاطر نمیارم، در همه اونها شعر و ادب و ترجمه، خود تاریخ، در مورد تاریخ کتاب‌هایی رو معرفی کردیم به زبان ترکی که بعضی از اونها به 1000 سال قبل برمیگرده، بعضی از اونها جدیدتره، 200 سال، 250 سال. حتی یک کتاب فکر کنم خوندیم که بعد از سال 1900 نوشته شده، به نظر میاد، تاریخ نداشت. به هر حال بریم ببینیم که امروز چه کتابی نصیب ما هستش. کتاب قدیمی خطی دستنوشته ترکی تخصصی یا علمی. ما در سری قبل نصاب البلاغه رو خوندیم. یک کتابی بود که در مورد نصاب بلاغه بود. متوجه شدیم از فحوای کلام نویسنده که این کتاب رو تحت تأثیر گلستان و بوستان سعدی نوشته و به همون سبک و با همون پیچیدگی های فنی ادبی و با لغاتی که خیلی سخت درک اونها. امروز قبلا یک قرآن ترکی رو خونده بودیم، یادم میاد. امروز تفسیر یک قرآن رو باز میکنیم که این بر اساس اون چیزی که الان در این بالا دوستانی که از یوتیوب دارن نگاه میکنن، سلام عزیز دوستم، تفسیر قرآن که 949 سال قبل نوشته شده. اگه من اینجا برم ماشین حساب رو بیارم و بنویسیم 1446 و ازش کم بکنیم 949 رو، حاصل اون این میشه این کتاب 497 سال پیش دقیقاً نوشته شده. یک تفسیریه در 168 صفحه. ما مثل همیشه اول یه نگاهی خلاصه به خود کتاب میندازیم، عکس کتاب میندازیم که ببینیم عکس کتاب چه چیزهایی رو به ما میده. اینجا با یک جلدی مواجهیم، اسم خلاصة البیان فی تفسیر القرآن. این قبلا یک کتابی بوده به نام البیان، یه تفسیر بسیار مهمیه در جهان اسلام. حالا این کتاب خلاصه اونه، خلاصة البیان فی تفسیر القرآن. اون کتاب بیانی که وجود داشته اون رو چیز میکنه. حالا اینجا یه چیزی هم نوشته که من اجازه بدید ببینم میتونم اینو پیداش بکنم که چی هست. البته اینجا 50 یعنی تیله، یعنی
این کتاب رو فروختن، این کتاب خطی بی‌نظیر رو فروختن به 50 لیر جدید ترکیه. قبلا یه داشت که به اون میگن، حالا یه حدوداً از فکر میکنم سال 2005 فکر میکنم یا 4-3 اینها، شاید هم 2000 یادم نیست، اون عوض شد، اون از بین رفت، یه لیره جدید اسمش هم گذاشتن یeni لیر، یعنی ترک لیرسی. این کتاب رو به 50 لیر فروختن. حالا به وجه ayetler yazılmıştır. بعضی، احتمالا این بعضی هستش، بعضی ayetler yazılmıştır، بعضی از کتاب ها نوشته شده. تاریخی که خود روی جلد زده 27/11/949 هستش. حالا این رو موندم من که آیا این میلادی نوشته یا قمری نوشته. من قمری حساب کردم. حالا اینجا هم کسی که اسمش احتمالاً هست ریفان، حالا من این امضا رو نمیتونم بخونم، ظاهراً به امضا زده. نگاه کنید اینجا، حالا اسمک برمیگردیم و اینها رو میخونیم. فعلا نگاهی به کتاب داشته باشیم. این کتاب تقریباً به نظر میاد در دوره عثمانی نوشته شده باشه. نمیدونم نقاشی هست یا نه. اگه نقاشی باشه، نقاشی روی آب باشه که به نظر میاد باشه، در دوره عثمانی نوشته شده. و اینجا 2 صفحه رو میبینیم روی در دفتر. این احتمال بسیار زیاد میدم که این کتاب روی دفتر نوشته شده. یعنی اینجوری میخوام بگم، نه اینکه روی دفتر نوشته شده، میخوام بگم که این کتاب اولین نسخه دست خطی نویسنده هست، اورجیناله. هنوز این نرفته دست نویسنده های زبردست که این رو خطاطی بکنن و بنویسن. درنچه خود نویسنده اون خطی که اول نوشته اون هست. من احتمال میدم که این کتاب، بله میبینم که الان مثلا غلط، خودش یه کلماتی رو فکر کرده غلطه و روش خط کشیده. اینجا به عنوان نمونه در همین صفحه اول این رو دیدم. من فکر کنم که این غلط‌های زیادی رو خواهد داشت. بله دوباره در این صفحه سوم هم میبینم که روی یک کلمه خط کشیده. این به هر حال اینجا یه چیزی هم نوشته، خلاصه ابزا فی تفسیر القرآن، خلاصه البیان احتمالا فی تفسیر القرآن، سوره انعام، جلد 4-6. این یعنی 6 جلد داره این کتاب. این جلد 4شه، صفحه 295 297 yazılıptır. شاید هم نمیدونم این مطلب رو میخواد بگه که در فلان صفحه هست. یعنی این مطلبی که نوشته احتمال میدم خلاصه البیان فی تفسیر القرآن سوره انعام جلد 4-6 صفحه، یعنی به اون صفحه استناد میده که در اون صفحه یه چنین چیزی نوشته شده. دوباره اینجا اول که با بسم الله شروع کرده بود، دوباره اینجا با یه بسم الله دیگری شروع میکنه، سوره فاتحه. خب سوره انعام رو داشته انجام میداده در جلدهای قبلی، حالا در اینجا اون آیه‌ای رو که مورد نظرش بوده انجام داده، رسیده به یک چیزی به اسم سوره فاتحه و اون رو داره تفسیر میکنه. رنگ قلم عوض شد، خط قلم تقریبا همونه. این خط برای من احتمال میدم که خواندنش راحت خواهد بود. بعد دوباره با بسم الله الرحمن الرحیم دیگری روبرو هستیم، برای اینکه این آیات سوره های مختلفی رو به طور خلاصه تفسیر میکنه و ازش میگذره. در نتیجه این مثلا اینجا به آمین رسیده، فکر میکنم که سوره رو عوض کرد و یعنی تموم کرد و اومد
ما اینجا در PDF با 84 صفحه مواجه هستیم که 168 صفحه، بله اینجا 168 صفحه ورق کاغذی میشه. اینجا قلم بازم هنوز رنگش تقریبا قرمز هستش، چون این چرک نویس اوله هیچ فاصله، البته روی دفتری، این در دفتری نوشته شده که دوستان خطکشی داره، خطکشی آبی، در نتیجه باید دید که، یعنی سوال الان در ذهن من به وجود میاد، آیا در 400 و حدود 500 سال دیگه، 497 سال قبل، دفترهایی به این شکل که خطکشی آبی داشته باشه وجود داشته، یا اینکه این آدم بعدها این کتاب رو نوشته؟ این سوال الان به خاطر این فیزیک دفتر برای من پیش اومده. ولی خب خود آدم اونجا اول جلد کتاب رو، روی جلد کتاب رو یا دفتر رو تاریخ زده و تاریخ روز هم زده براش. این هم خیلی جالبه، روز، ماه و سال رو اونجا مشخص کرده. اینجا قلم برمیگرده به آبی و سیاه. البته من هم عینکم یه رنگی هست، در نتیجه یه مقدار در دیدن اینها ممکنه که در دیدن رنگ ها تأثیر بذاره. من حالا یه مقدار با سرعت بیشتری این رو میبرم جلو برای اینکه بتونیم برگردیم و از این کتاب مثلا اینجا ببینید ایاک نعبد فکر میکنم و ایاک نستعین، حالا احتمال میدم ها، البته اینجا یا ایها الذین، نه این یه آیه دیگری، ایاک نعبد نیستش. مثلا اینجا یه مطلبی رو نوشته و بعد برگشته کلا خط زده. این برای همین میگم که این یا اینجا خلاصه رو اینجوری کار کرده و یا اینجا چیز کرده. به هر حال این نسخه اولیه، این نرفته که توسط خطاطان حرفه‌ای و کپی برداران حرفه‌ای کپی برداری بشه یا نوشته بشه تا بشه مثلا چیز کرد. این همون دستنویس اولیه هست، ولی آدم هر کسی بوده خیلی آدم فکرش خیلی منسجم بوده و مسلط بوده به موضوع، برای اینکه خیلی این غلط نداره، خیلی خط نزده کلمات رو. این نشون میده که این آدم به موضوع مسلط بوده، جمله ها رو هم خیلی به راحتی کنار هم قرار میداده، کلمات رو تو جمله ها رو بسازه، در نتیجه مجبور نباشه که هی مثلا ما قبلا یه دفتر رو اگه یادتون باشه یه کتاب رو نسخه اولیه دستنویس نویسنده به ترکی رو خوندیم که خیلی دیگه هی برگشته بود، خط زده بود، کلمات رو، جملات رو خط زده بود و دوباره نوشته بود. این هم مثل اون هست، ولی در اونجا اون آدم البته داشت عرفان و فلسفه و اینها رو صحبت میکرد، در نتیجه هی فکرش ممکن بود که تغییر بکنه، بخواد با کلمات بهتری اون مفهومی که دلش میخواد بگه رو بیاره و بیان بکنه. ولی در اینجا معلومه این انسان بر اون تفسیر البیان مسلط بوده، خودش هم اهل فن بوده، میدونسته چه آیه‌ای رو میخواد بنویسه و چه مطالبی رو میخواد درباره اون حرف بزنه. در نتیجه ذهنش پر بوده، از قبل آماده بوده، وقتی می نشسته دیگه جمله ها رو می نوشته و نیازی به تغییر جمله ها نداشته. در نتیجه ما می بینیم که خطم خیلی تغییر نمی کنه الا رنگ خط که با تغییر، حالا نگاه کنید اینجا دوباره خط قلم یا اون هر وسیله‌ای که داشته باهاش می نوشته تغییر کرد. من نگاهی که به
این نوشته ها میندازم، جالبه که به نظرم می آید که اینها یا قلم بسیار ریزنوکی استفاده شده در نوشتنش و یا اینکه به وسیله خودکار نوشته شده. اگر خودکار باشه خیلی جدیدتر از اون 500 سال میشه. یعنی این هم یه مطلبیه که به ذهنم میاد در نقد این کتاب، علامت سوال بذارم که آیا این کتاب با خودکار نوشته شده یا با خودکارهای با رنگهای متفاوت نوشته شده یا با قلم ریز نوکی نوشته شده. حالا شاید بتونیم یک دلایلی، البته کسانی که خط شناس هستن تخصصشون در خط هستش و همچنین با تاریخ دفتر و کتاب و اینها از نظر فیزیکی تغییرات تدریجی کاغذ و خط بر روی اون آشنا هستن. همچنین تغییر قلم در طول تاریخ میتونن با توجه به نوع کاغذ، با توجه به خطایی که روی کاغذ وجود داره، رنگ آبی که در خط کشی انتخاب شده، استانداردی که بین این خط ها مراعات شده، یعنی اندازه مثلا ضخامت خود خط آبی و رنگ خود خط آبی که چه طیف از آبی هستش و همچنین فاصله بین دو خط آبی، اینها میتونه به متخصصین کمک بکنه که و البته لمس کردن خود کاغذ، اگر حالا این عکس کاغذ است ولی خود کاغذ رو هم میشه لمس کرد و از طریق اون فهمید که کسایی که متخصصن، نه هر کسی. من هم در زمان که در دانشگاه بودم شاید میتونستم بخشی از اینها رو، حالا دیگه ازش 30 سال گذشته دیگه، اون تسلطی که در اون زمان داشتم برای تشخیص کاغذ خیلی ضعیف شده، به خصوص که این اواخر دیگه اینترنت اومده و ما با کاغذ خیلی سر و کار نداریم. خب رسیدیم به آخر کتاب. من آخر کتاب تاریخی رو نمیتونم فعلا ببینم. خلاصه هست این کتاب در کتابخانه سلیمانیه در استانبول نگهداری میشه که در محله فتحیه یا فاتح محلسی نزدیک آکسارای در استانبول نگهداری میشه. یکی از کتابخانه‌های بسیار مهم با منابع غنی کتاب‌های دستی خطی و منحصر به فرده. نگاه کنید این کتاب، این نوشته یک منبع، یک کتاب منحصر به فرد تکرار نشدنی هست. یعنی ازش دیگه وجود نداره به نظر من، چون که اولین پیشنویس چرکنویس نویسنده است. خب دوباره برمیگردیم بخوایم این کتاب رو بخونیم. این کتاب همونطور که عرض کردم اینجا یه اسمی هم نوشته شده ولی من نمیتونم بخونم، تلاش میکنم که بزرگش بکنم، شاید بشه این رو خوند. اگر بتونیم بخونیم که خیلی عالی میشه. حتی این دوستان، این چیزی که نوشته خلاصة البیان فی تفسیر القرآن، اگر خود این کلمه، این نوشتاری که به این شکل نوشته شده، اگر خط شناسان میتونن بگن که در چه سالی این نوع خط رایج بوده، اینگار که میخواسته سه‌بعدی بکنه این خط رو، یعنی به این شکل میتونم بگم. حالا اینجا من بعضی خوندم ولی احتمالاً اسم ayetler yazılmıştır. حالا اینجا ریفام احتمالاً ایرفان هم میتونه باشه. اگر اینجا البته این ره هست، قطعاً ریفام، نمیدونم این بعد از ف یه آ احتمال میدم باشه و یه میم ام انگلیسی، اما میتونه
CIM با هم باشه، نمیدونم یه چنین چیزی، و اینکه امضاست دیگه. این امضا رو نه نمیتونم بخونم. نه من به خصوص در خوندن اینجور کلماتی که به عنوان خوشنویسی حساب گفته میشه اصلا توانایی ندارم و خسته میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد من اینو 3 میخونم اینجا، دوستان دیگه میتونن این رو بهتر از من بخونن قطعا. سوره نساء، مع النساء، خلاصت سوره، خلاصه لرده، معذرت میخوام. این بعضی از اینها رو حالا نتونستم بخونم، متوجه میشم که باید سوره نساء مع انها خلاصه لرده، نمیدونم. بیر جناب حق اتصا اتمک یا اتقا اتمک، صله رحم. این کلمه‌ای که نوشته اتقا اتمک صله رحمه، به معنی صله رحم. جناب حق اتصا یا اتقا اتمک، بقیه اقربالره yardım ve yardlar ile ve bir temarütler ile abi muameleler yaycur lazımdır. این خوندنش الان که دارم اینو اینقدرم بزرگ کردم میبینم که خوندن این احتمالاً خیلی هم ساده نباشه و من خیلی با این الان احساس راحتی نمی کنم. حضرت حوانون، حضرت آدمون صلح انا صلح اگه نه خلور اولدوغی خلق. حالا دیگه اینجا مثلا خلق رو میفهمم که چه شکلی نوشته. خب ما در خواندن این متون باید یه مقدار بخونیم تا چشممون با حرکت قلم این آدم بر روی کاغذ و نقش بستن نوع حروف، چون مثلا یکی الف رو مثل آی مستقیم می نویسه، مثل بعضی ها مثل ر، لام و ر می نویسن مثلا. یعنی آدم نگاه میکنه فکر کنه این لر هست یا یه چنین چیزی، ولی اینجا مثلا خلق رو میبینیم که خل واو و اگر بشه میشه خون دال، مثلا خلود. حالا اینجوری باید خونده بشه، ولی به نظر میاد که این خلق اولدوغی و بوگه در حال و نسوانون cümlesi Adem hanvanın bir şimme müzrime halg olunub. حالا این bir şimme حالا خیلی هم بعضا هم خیلی چیز شده. birleşme من مسرمه. حالا دوباره اینجا اینو چجوری باید بخونیم؟ خلق olunub aleme ve ağıl bəqi cəhlətə bu surətlə Allah Teala'ya ve ihate itqaun ve hukuklarına inayetün vacib olub Allah Teala. نه خیلی بعضی از کلمات رو هنوز چشمم عادت نکرده که این رو باید به چه شکلی خواند. اول باید چشمم عادت بکنه به این خطها و بعد هی غلط بخونم. به تدریج که جلو میرم در جمله های بعدی بتونم اصلاح بکنم اون غلط هایی که قبلا غلط خونده بودم. veya yorulmuştur.
خیلی سخته، نمیتونم بعضی از کلمات رو. تعدد زوجات حقینده اولوب جناب حقون برار کله برارن ل وقتی، یعنی چی؟ بارن که وقتی مساعد اولدوغی تقدیری ده 4 نکاح قادن. نگاه کنید دوباره این قادن رو حالا یه شکلی دیگه نوشته که 4 قادن، این قا د ی ه ر اینجوری نوشته، ولی حالا من متوجه شدم این قادن هستش، این حالت نقطه رو گفته. نکاح اده bilmiştir چی؟ حکمت ندور. Dünyada kadına nispeten erkek azdır. Binaen aleyh İslam dininde nikahide مزاسناسل نه نمیتونم بخونم دوستان این کتاب. بریم صفحه 30 کتاب ببینیم آیا میتونیم اینجا چند کلمه رو بخونیم. این کتاب منحصر به فرده به خاطر اینکه خطش خط اون آدمی که این رو برای بار اول نوشته، حالت روحی روانی روزانی اون رو هم میتونیم از اینجا در بیاریم. شول geceler ki onlara فرا اولدلر، حالا این فرا یعنی چی؟ این فرا نمیتونیم. آنلره خر اولدلر و کافر اولدلر. حالا آنلر کافر اولدلر. شول geceler ki آنلر کافر اولدلر و کافر اولدگleri halide ve gan ettiler işte Allah'ın ve meleklerin ve nas'ın kafesinin laneti onlar üzerine nazil olacak ve ebedi lanetle cehennemde kalacak oldukları halde آنلر. حالا اینجا دیگه یواش یواش من میتونم یواش یواش، نه اینکه چیز، میتونم به هم وصل شدن حروف رو و نقش حروف رو متوجه بشم یواش یواش. خیلی زوده که ادعا بکنم میتونم این کتاب رو بخونم، ولی خب دارم این جمله ها برام آشنا هست، یعنی یه جورایی باهاش رابطه میتونم برقرار بکنم. بعضی آنlar üzerine nazil olacak ve ebedi lanetle cehennemde kalıcı oldukları halde onlar azab azab bir lahze ihtimala onlardan azab bir lahze bile tahvif olunmaz ve onlara bir dakika bile mühlet verilmez ki onlar telaffuz etsinler. این رو داخل کروشه گذاشته. به نظر من حالا این علامت کروشه نمیدونم آیا در چه زمانی وارد ادبیات و ریاضیات شده. اینم مهمه که ببینیم مثلا کروشه در چه تاریخی وارد ریاضیات شده و این آدم تونسته از کروشه برای این جمله معترضه‌ای که متن معترضه‌ای که پاراگراف معترضه‌ای که نوشته بود استفاده بکنه. از این کروشه این ظاهرا خیلی استفاده میکنه، از پارانتز و چیز خیلی استفاده میکنه. بعضی جاها پارانتز میکشه و پارانتز رو دورش هم تلاش میکنه یک گل بکشه. خیلی جالبه.
bu ayetin tefsirin yazamadım. میگه تفسیر این آیه رو نتونستم بنویسم. حالا این آیه چی بوده؟ این الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. حالا این چیزی که ما اینجا خوندیم ترکیشو، این ترجمه این آیه بوده. من حالا که این آیه رو خوندم ترجمهشو فهمیدم که ترجمهشو اون چیزی بود که خوندم براتون. حالا من اینجا گجلر خوندم و گجلر هم الان هم خونده میشه، ولی احتمالاً کیم سلر باشه به جای گجه کیم سلر که آنلر کافر اولدولر و کافر اولدوگلری حالده وفات ادیلر. حالا این قسمت ترجمه اون آیه بالایی هست. در زیرش گفته با آیتی تفسیرین یازا مدیم. حالا اینجا یه چیزی نوشته که حالا اینجا یه چیزی نوشته که نمیتونم بخونم که این چی هست. احتمالاً ر گاف صاد گاف ه باشه، احتمالاً نمیدونم. خلاصه یک چند کلمه ممکنه باشه. واجب تعالی kafirlerin la'nete müstehak olduklarının beyanındadır. Sonra la'nete istihkakının sebebi ve vahdanlığını انظار و جرانلری، نه این اکتار میتونه بشه افتار و جرانلری اولدوغنی بیان eder üzre بیان inzul üzre بیان انزل üzre و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم buyurur. Vacip Teala kafirlerin la'nete müstehak oldukların beyanından sonra lanete istihkakının sebebi ve hudani حالا اینو نمیتونم بخونم. اختار و جرانلری به اولدوغنی بیان در بیان ازلا üzre بیان ازلا üzre یعنی چی نمیدونم. الان بعضی دوباره نتونستم. ای insanlar şirk Ey insanlar, şirk ma'budiniz ma'bud vahiddir. Zira o نمیتونم بعضی از کلمات رو به خصوص تفسیر میترسم که یه جوری بخونم که دوستان از آیات رو خیلی خوب نوشته، یعنی وقتی به آیات میرسه با اختلاف بسیار زیادی از متن ترکی اونها رو ساده و صمیمی بزرگ دندانه ها رو میذاره، صداها رو میذاره، نقطه ها رو میذاره، ولی وقتی به متن ترکی میرسه خیلی متفاوت مینویسه، نگم بی دقت، صمیمی، میخواد راحته تو زبان ترکی خیلی راحته، زبان عربی رو میترسه که مردم غلط بخونن. Yürek ve göklerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ihtilafında ve nasın sinfi uğrunda
deryada yürüme kimselerde vallahun نه نمیتونم. خب این کتاب خطی دستنوشته سختی هست، منحصر به فرد. در نتیجه اینجا تلاش برای خوندنش میتونه دوستان رو از چیز منصرف بکنه. خود منم واقعیتش بخود برای خوندن یه چنین کتابای سختی چیز ندارم. صفحه آخر رو دارم تلاش رو میکنم ببینم که آیا یه چیزی در اینجا گذاشته یا نه. نه یک سوره رو میخواسته حالا بنویسه که نوشته دیگه نرسیده این رو چیز بکنه. بریم یک کتاب دیگه باز بکنیم حالا که این نشد. فتاوا، یک کتابی هست فتاوا. این کتاب رو هم در سال 955 نوشته که اگر این رو 1446 بذاریم و ازش کسر بکنیم 955 رو در میاد 491 سال پیش هم این کتاب نوشته شده. این کتاب در دوره عثمانی نوشته شده قطعاً، برای اینکه نقاشی روی اون نقاشی روی آب هست که میبینیم الان اینجا یه صفحه بعد رو میبینیم که به نظر میاد صفحه 3 باشه و اینکه این قسمت ها مطالب متن رو صفحه هاشو نشون میده. این صفحه 3، صفحه 41، صفحه 10، حالا دوباره 10 و 5 و 68 اینها. و از اینجا کتاب شروع میشه. این کتاب خوشنویسی هست، دستی خطی قدیمی هست، ولی فرقش با اون کتاب اونه که اون کتاب چرکنویس اولیه نویسنده بود. این کتاب چرکنویس نیست. این کتاب رفته یا خود نویسنده نشسته دوباره از نو این رو با خط خوش، با قلم خوش، با استانداردی که دولت تعیین کرده نوشته، یا اینکه رفته توی یه مرکزی که حالا فکر بکنید که امروزه مراکزی هستن کارهای شما رو انجام میدن، تایپ و اینها رو. در گذشته هم احتمالاً یه دفتر و دستک هایی بوده، یه جاهایی بوده که اگر یکی میرفته میخواسته کتاب سفارش بده میرفته به اونجا. مثلا فکر بکنید هر شهری یه کتابخونه داشته، مثلا کتاب فروشی داشته یا هر چیزی. من مثلا کتاب نیاز داشتم میرفتم به اون کتاب فروشی میگفتم آقا من مثلا کتاب فلان رو میخوام، میگفتن که فلان کسا، میگفتم نه من خط فلانی رو خیلی دوست دارم. میگفتم مثلا اون الان کار داره مشغوله، میتونیم بدیم به فلانی بنویسه. عجله نداری، یه 3 ماه 1 سال صبر بکن تا اون دستش خالی بشه. عجله داری بدیم مثلا حسن بنویسه. یه چنین وضعیتی ممکن بود در اون جاها حاکم باشه، ولی دولت هم دفاتری داشت در تمامی جاها که بهش دیوان میگفتن و در اون دیوان ها هم انسان های بسیار باسواد، کاردان، آموزش دیده و مسلط به خطی که دولت میخواست، به اون خط اینها می نوشتن. حالا اینجا نگاه کنید دوستان، من اینجا این صفحه رو الان صفحات رو نشون میدم. این کتاب هم در سلیمانیه، کتابخانه سلیمانیه در استانبول محله فاتح داره نگهداری میشه. نگاه بکنید وقتی این صفحه رو میبینید هم سطور به هم نزدیکه، سطرها به هم نزدیکه. نگاه کنید دوستانی که الان اینو به طور زنده دارید میبینید، سطرها به هم نزدیک، کلمه ها به هم نزدیک، انگار یک صفحه سیاهه که هر از گاهی وسطش یه سفیدی وجود داره. یعنی اینقدر، یعنی وقتی صفحه رو کوچیک میکنید به نظر میاد که یه صفحه سیاه مواجه هست با یه صفحه نوشته متن، صفحه سیاهی در مرکز صفحه مواجه هستید. 3 طرف نوشته برای چیز خالی گذاشتن. حالا این چند صفحه زرد بود، دوباره 2 صفحه سفید، 2 صفحه زرد. این قبلنا در کتاب‌های حوزه علمیه، حتی این اواخر هم که اواخر که میگم منظور 50 سال پیش، که حالا 40 سال پیش که من هم رفته بودم حوزه علمیه،
اون کتاب ها رو میخوندم همین شکلی بود، دو رنگ بود کتاب. اکثر کتاب ها اولا یا کاهی بودن، همشون کاهی گفته میشد، یعنی زرد رنگ بودن برای اینکه میگفتن سفیدا به چشم آسیب میزنن. و دومی که بعضی از کتاب ها یکی دو صفحه سفید یکی دو صفحه زرد رنگ بود. حالا اینجا با یک جدول احتمالاً بعضی از کلمات مواجهیم و بعد یک اعدادی رو در اینجا میبینید که آورده و تموم. این کتاب 16 صفحه پی دی اف هست، یعنی 32 صفحه چیز هست. اینجا فتواها هستش. حالا این فتواها اینم دوباره دستنویسه دوستان، چرک نویسه به اصطلاح. کتاب چرک نویس هستش. نه چرک نویس نیست، ببخشید، این چرک نویسی، این رسما رفته و خطاطی شده. من این چیزها رو دیدم، اینها رو دیدم. این اینجا این سبب تحریر 1245 senesi. این در سال 1245 این کتاب نوشته شده. حالا اگر بیایم اینجا و بنویسیم 1245 و ازش کم بکنیم 1446 رو، این 201 سال پیش این کتاب نوشته شده. سبب تحریر 1245 senesi و رمضان شریفنده مطبخ، حالا مطبخ چی؟ قلملری. احتمالا میگم یه مطبخی بوده. یا متبلج هاقملری. اینجا یه جایی، همون که گفتم یه جایی این رو نوشتن مطبخ. من مطبخ میکنم ولی احتمالا این باشه مطبلخ یا مطلج هم میشه خوندین رو، نمیدونم به چه معنی هستش. مطبخ هم باید آشپزخونه باشه، چطور میاد مثلا در اینجا باشه؟ اون هم درست نمیاد به نظرم. این کلمه هم اینجا ها میتونم بخونم ولی مثل ه دو چشم خالی هست و گملری، یعنی یه جایی اسم یه جاییه. حالا این بله هاگملری. حالا گلایلتوب تعداد olundukta موجود olunduktan مقداری bu mahalle چی olmuştur mahalle. حالا اینجا یک چیزی نوشته که نمیتونم بفهمم، مثل لیدو olmuştur 1245. اینجا اون عدد رو هم نوشته، 1000 نیومده ولی 245 رو میشه خوند، 1000 رو نمیشه خوند. عدد به شکل عدد نوشته. حالا اینجا چی میگه؟ این جالبه، میگه که سبب تحریر 1245 senesi و رمضان شریفinde. حالا ما بگیم این رو مطبعه مثلا بگیم، مثلا مطبعه هاگملری گالایلتوب تعداد olundukta، یعنی وقتی تعدادش زیاد باشه موجود olanların مقداری bu محلde احتمالاً olunmuştur در این محل. حالا وقتی این کتاب یه تعدادی بیاد میگه در این محل حالا چی میشه، اینجا رو هم نتونستم بخونم.
دگمه چوریه تاسینی، احتمالا نمیدونم این چی هست. دگمه لنگر تاکم ساهنی معدگابا. حالا دیگه اینا بعضی از چیزها رو نمیتونم بخونم. بریم متن کتاب رو ببینیم میتونیم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی زمان ناصر اهل ایمان حضرتlerinden سلطان سلیمان خان حضرتlerinin قزلباش. ببینید قزلباش تنها ما فهم کردیم در چیز هست، در آذربایجان و اینها هست، ولی نه، نگاه کنید حضرتlerinin قزلباش بدمعاش تحماس ایله، احتمالا بد نباشه، بیرمعاش باشه. حالا من البته بد دارم اینو میخونم. بدمعاش تحماس ایله میرزا الگاس üzerine seferi humayunları oldukta talepleri ile haklarında verildikleri fetavi suretidir. Fi evâhir seferul خیر سنه 55 و 900. این فتواها یک کپی از اون فتواهایی است که در دوره سلطان سلیمان قانونی نوشته شده. نگاه کنید در چه سالی این فتواها داده شده و نوشته شده؟ در سال سنه 55 و 900، 855. یعنی اصل کتاب در سال 855 نوشته شده، ولی این کتاب رو بعداً در 955 بازنویسی کرده. یه نفر نه اینکه بازنویسی کرده، کپی کرده، دوباره نسخه برداری کرده. خب پس این کتاب در زمان اصل کتاب، نسخه اصلی توسط مفتی زمان در دوره سلطان سلیمان، مفتی زمان ناصر اهل ایمان حضرتlerinden سلطان سلیمان خان حضرتlerinin قزلباش bir معاش تحماس ile bir بدمعاش تحماس ile میرزا الگاس üzerine seferi humayunları oldukta. حالا حمله کردن به بدمعاش تحماس، یه آدمی بوده اسم معروف بوده به بدمعاش تحماس و میرزا الگاس. با اینها میخواسته دعوا بکنه سلطان سلیمان، به اینها حمله میخواسته بکنه. üzerine سفر humayunları oldukta talebleri ile haklarında، به خاطر با درخواست شاه درباره اون دو نفر وردیکلری فتاوی، اون مفتی زمان فتوا داده، صورت بندی دور، صورتی دور، یعنی یه نسخه از اون فتواها، صورتی دور یعنی یه نسخه هست. فی اواخر سفر الخیر سنه 55 و 900. طایفه قزلباشون حالا احتمالاً حضرتlerinin قزلباش بدمعاش، قزلباش در عثمانی نبوده، ببخشید این آدم قزلباش بوده، یعنی جزو ما بوده، در دوره طهماسب هم احتمالاً بوده، طهماسب اول نه طهماسب دوم، احتمال میدم. برای همین میگه که بدمعاش طهماس ایله میرزا الگاس. الگاس هم همین. حالا من اینو بنویسم ببینیم که این چی در گوگل در این باره به ما چی میده. آیا یه چیزی میده که ما بتونیم بر اساس اون تصمیم بگیریم که حالا از این فرصت هم استفاده بکنم. من چند تا ویدیوهایی که قبلا تهیه کرده بودیم، آهنگ‌های قدیم رو هم میذاشتم، ولی دوستان گفتن که باعث میشده که نشنویم این چیز رو. در نتیجه من اون موسیقی ها رو الان دارم در 3 روز گذشته دارم از روی ویدیوها پاک میکنم به تدریج، ولی وقت میبره. هر آهنگی رو بخواد حذف بکنه حدود 20 دقیقه وقت میاره و من فراموش میکنم. حالا چی شد؟ اومدیم ببینیم که میرزا بذارید به فارسی بنویسم.
میرزا طهماسب و میرزا چی شد اسمش چی بود؟ الگاس، میرزا الگاس. این رو هم ت رو به این شکل بنویسیم. بذار ببینیم اینو میتونه بیاره. القاب میرزا طهماسب و میرزا الگاس دو برادر از سلسله صفویه بودند. میرزا طهماسب اول پادشاه صفوی بود و میرزا الگاس برادر کوچکترش که بر سر قدرت با او درگیر شد. توضیحاتش رو حالا داره میده. ما هم میتونیم الان ببینیم که میتونیم آیا بریم اینجا و ببینیم که این با عثمانی القاسب میرزا در سال 895 خورشیدی یعنی 922 قمری به دنیا آمد. او در جنگ با ازبکان 911 خورشیدی 939 قمری جنگ با عثمانی، این جنگ احتمالاً 940 قمری، حالا اینجا نوشته که 950 و در جنگ شروان 945 قمری شرکت داشت. خب اینجا نمیگه که این القاسب میرزا رو اینجا، خب به هر حال متوجه شدیم در چه زمانی هستش دیگه. القاس میرزا، خب این رو الان دیگه یه مقدار متوجه شدیم که قضیه چی هست. طایفه قزلباشون شرعا قتلری دو تا له هستش احتمالاً. من حالا اینو شاه پرسیده که آیا اینها ادعا میکنن مسلمانن قزلباش ها، آیا قتل اینها شرعاً حلال هست، اجازه هست یا نه؟ اینو خواسته. طایفه قزلباشون شرعاً قتلleri halal olup asker İslam'dan onları qətl eden namazı ve onların elinde maktul olanlar şehit olarlarmı? Beyan buyurulup mesab olarlar. الجواب، جواب از اینجا به بعد. سوال خیلی جالبه. پرسیده سلطان عثمانی ترکه، مسلمانه، خلیفه اسلام هم هست. حالا در این طرف در آذربایجان امروزی که آذربایجان که حالا قدرتی بوده برای خودش در داخل عثمانی، یه خاک‌هایی رو قلمرو عثمانی رو به دست گرفته. عثمانی مشغول جنگ در غرب، این در شرق داره گسترش میده دیگه تا میخواد تا امروز، مثلا امروز با افغانستان و اینها از بالا تا میره تا ترکمنستان و نمیدونم تا کجا، حالا دقیقا من نمیدونم تا کجاها میره. از این طرف از غرب میره، از شمال غرب میره تا مثلا گرجستان و از غرب میره تا مثلا یه جاهایی که امروز ترکیه هستش، میره اونجاها برای خودشون اردو داره و اینها. حالا این شاه سلطان سلیمان میخواد بره جنگ اینها. چند تا سوال تو ذهنشه. یکی این که آیا اینها ادعا میکنن مسلمانن، آیا جنگ مسلمان با مسلمان اوکی هست؟ دومی که اگر ما اونها رو بکشیم از سربازان مسلمان رو بفرستیم اینها رو بکشن یا سربازان کافر بفرستیم اینها رو بکشن؟ سوم این که اگر بریم مسلمان ها رو بکشیم آیا نماز ما مورد قبول درگاه حق است چون مسلمونن، این دعا میکنن مسلمونن؟ چهارم این که اگر ما کشته شدیم، کشته های ما شهید حساب میشه. نگاه کنید شاه به چه چیزایی، تنها به قدرت فکر نمیکنه. طبیعتا قدرت هم مهمه، اما این سوالی که پرسیده اینها هستش. طایفه قزلباشون شرعاً قتلleri halal olup asker İslam'dan onları qətl eden namazı ve onların elinde maktul olan şehit olurlar mı? Beyan buyurup müşari ileyhler الجواب. یعنی ایشون بیان buyurdular، اینو شاه این رو پرسید، ننوشت شاه، این رو پرسید. بیان buyurup
مصاب اله یا مصاب اوللر الجواب، جواب بخواد ازشون. الجواب جواب اولورلر یعنی شهید میشن. غزا اکبر و شهادت عظمادور، میگه غزا جنگ، اینجا غزا به من ریزه هستش، به معنی جنگ بزرگه و شهادت هم بزرگه، عظما. قتلleri حلال اولدوغی تقدیرجه. حالا شاه میپرسه دوباره قتلleri، اون خیلی جواب کوتاه داد که آره اولر غزا اکبر و شهادت عظمادور، یعنی کشتن اونها حلاله، نمازش هم درسته، چون که اینجا غزا بزرگه و شهادت هم درجه بزرگی داره. قتلleri، حالا شاه میپرسه قتلleri حلال اولدوغی تقدیرجه محزن سلطان اهل اسلام hazretlerine بغی ve adavet üzerine olup asker İslam'a kılıç çektiği için mi olur yoksa gayri sebebi var mıdır؟ الجواب، جواب از اینجا به بعده. دوباره میپرسه شاه قتلleri حلال olduğu تقدیرجه، در حالی که قتل اونها حلال باشه محض اینه که سلطان اهل اسلام hazretlerine بغی ve adavet üzerine olup asker İslam'a kılıç çektikleri için mi olur yoksa غیری سببی var mıdır؟ آیا فقط به این خاطره که دشمنی شیعیان رو میگه، قزلباش ها رو، محضن سلطان اهل اسلام حضرتlerine بغی و عداوت کینه دارن، دشمنی دارن، به خاطر اون و به خاطر اینکه به روی سربازان اسلام شمشیر میکشن، آیا به خاطر اینه که قتلشون حلاله یا سبب دیگری داره؟ دو تا اینجا سوال میپرسه در اصل. میگه آیا به خاطر اینه که به سلطان، به خلیفه اسلام اینجوری بگیم دشمنی میکنن به خاطر اون خونشون حلاله، و همچنین آیا به خاطر اینکه بر روی سربازان مسلمان شمشیر میکشن خونشون حلاله؟ این دوتا سوال رو در یک جمله پرسیده. الجواب هم باقی درلر، اونها یاغی درلر، اونها یاغی هستند، و هم وجوه کثیره دن کافرلر دور، و اونها از وجوه کثیره یعنی از جهات گوناگونی زیادی کافر هستند، یعنی قزلباش ها رو کافر اعلام میکنه. کسی ابوالسعود ابوالسعود یه چنین چیزی گفته، رئیسلری. آها، کسی ابوالسعود، حالا این چی هستش؟ رئیسلری حضرت سلطان انبیا صلی الله تعالی علیه و سلم neslinden dür ve diğerler öyle olacak نوعا شبهه olur mi؟ دوباره داره میپرسه شاه، سلطان سلیم داره، سلطان سلیمان داره از مفتی میپرسه آقا اسم اینها، یکی از اینها ابوسعوده، میگه رئیس اونهاست، اون کسی که اومده به جنگه، میگه حضرت سلطان انبیا صلی الله علیه و سلم نسل نندور، میگن این آدم، این رئیسشون از نسل حضرت رسول هستش، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. دیرler öyle olacak و میگن که اگر اینجوری باشه اون از نسل حضرت محمد باشه نوعا شبهه olur mi؟ این یه شبهی، آیا شبهه ایجاد میکنه که ما اینو بکشیم؟ چون نسل پیغمبره، ما حق نداریم به نسل پیغمبر ظلم بکنیم. البته در ایران که خیلی به راحتی همین شیعه های سید رو چقدر زندان کردن و اعدام کردن و از اول انقلاب تا الان. مثلا یکی از اونها آیت الله سید کاظم شریعت مداری هستش. و خیلی های دیگر
خیلی های دیگر ما اسمشون نمیدونیم. سیدها چقدر سید رو قتل عام کشتن، چقدر سید رو زندانی کردن، چقدر سید رو بیکار گذاشتن، خلع لباس کردن، دهانشون رو دوختن که دیگه حرف نزنن. اینها جواب داره میده هاشا شبهه یکدر، اصلا شبهه نیست اینکه پسر پیغمبر باشه نباشه، نوه پیغمبر و نتیجه هزارم پیغمبرم باشه، میگه هیچ شبهه‌ای نداره. هاشا شبهه یکدر افعال شنیعلری اول نسب طاهریه علاقلری اول مادقینه شهادت اتدیگیندن غیری سگاندن منگولودور. سگلردن احتمال باشه، سگانید جمع سگه ها، سگل از سگت الاسلام مثلا. سگانیدن منگولودور که باباسی اسماعیل ابتداء خروجنده امام علی ابن موسی رضا شهدنده و سایر اماکنده اولان سادات ازامینین نسبنی سهر انصابه درج ایلمک افراه ادب افترایه جرأت اده مایتلری قتل عام. اینجا من یک مایتلری میخونم، جرأت ادمایتلری قتل عام اتیجگن بعضن سادات قتلیندن خلاص için امتصال صورتین gösterip dedikken işlemişler. Ama bu miktar tedarik etmişler ki bunun nesebini ulema ve ensab şerife mabeyinlerinde agim olup asla nesli kalmamak ile maruf bir seyyide münteha kılmışlar ki nazar edenler hakikat hale vakıf olalar. Farzan sıhhat nisbi mügerrer dahi olsa bidin olacak sair küfrden fark olmaz. Hazreti Resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellemin ali şair şer'i sebebi riayet ve ahkam mübini, اونم شرع مبینی رعایت و احکام مبینی حمایت edenlerdir. Hazreti Nuh aleyhi السلامون کنانه سلی اغلی کنانه سلی چی بود این سلبی اغلی ایکن dini olmadığı için Rabbi İzzet dua ettikine leyse min ahlike ve bu sürülüp diyor. Leyse min ahlike diyor, sürülüp sairi küfr ile kefere ile bile ta'zib ve igraq buyurulmuştur. Eğer enbiya ve izam aleyhissalatu vesselam neslinden olmak ve dünyevi ya uhrevi azabiden khilas ve necate sebep oleydi, Hazreti Adem ala nebiyyina ve aleyhisselam neslinden olmakla asnaf kefereden bir ferd asla dünyada ve ahirette muazzeb olmaz idi. جوابش این شد. خب بریم صفحه، چون فکر کنم بیش از 1 ساعته که بله 1 ساعت و 4 دقیقه هست میخونیم. امروز با 2 کتاب آشنا شدیم، گرچه نتونستیم کتاب اولی رو بخونیم اما به هر حال تلاشمون رو کردیم و فکر میکنم که کتاب دوم رو یه مقدار بهتر خوندیم. بریم صفحه مثلا نصف کتاب رو، حالا اینجا گفته بود 16 صفحه است، ما بریم صفحه 8 نصف کتاب باش اینجا.
دوباره سلطان در اینجا سوال پرسه، صورت مزبوره و نظریه زید مزبوره و تابع اولنلره امر و یو و امر ایو و دعا، امر ایو و دعا دلدریسه شرعا نه لازم اولور. حالا اینو نفهمیدم سوال چی بود. کافر اولور زیرا چون عدل تسمیه اتمیش اولور کذا فی خلاصه جواب اینو گفته. دوباره گفته که صورت گریوره و نصار، حالا این چیه؟ صورت مزوره و نصاره زید مزبورون و تابع اولنلرون zulmlerini min idde bir beledenin ehlilerinden istimdad olundukta ve belede mezbur، بلدی مزبور. حالا اینم صورت مزبوره، اون بالا صورت مزبوره و نصاری زید مزبورون. حالا این من اینو نصاری میخونم، احتمالا نباشه. نصاری زید مزبورون و تابع اولنلرون zulmlerini min idde bir beledenin ehlilerinden istimdad olundukta ve belede mezbure gazisi olan Bekr Ali ala vechil Rubin imdade razi ve hükmvar varmaguz diyor belede mezkure ahlerini yardım etmekten men ise şer'en yardıma varmamak caiz olur mu ve gazi ne lazım olur؟ الجواب. حالا مثل این که سوال اینه که دقیقا متوجه نشدم متن رو، خیلی دقیق متوجه نشدم، برای اینکه 2 کلمه یا 3 کلمه رو نتونستم خوب بخونم. حالا میگه که بحثی رفته در بالاها، به خاطر اون متوجه نمیشم، چون اون بحث ها رو باید قبلا میخوندیم ببینیم که صورت مزبوره و حالا این کلمه که نتونستم بخونم اونجا چه معنی داره. خب ولی در حال میگه حالا یه شهری هست که شهر اون تابع همین مثلا شیعه ها هستن و اونها دارن ظلم میکنن، ظلم زیاد. اهالی اون، تعدادی از اهالی اون شهر از پادشاه اسلام، خلیفه اسلام کمک میخوان برای رهایی از ظلم. میگه قاضی اون شهر، حاکم اون شهر هم علر وجه روایه احتمالا باشه رویت امداده راضیه که بره کمک بکنن به اون اهالی و حالا میخواد ببینه حکم میتونه بده که شرعاً آیا شرعاً جایز هستش که به کمک اونها نره؟ اون وقت برای اون قاضی چه چیزی لازمه؟ اون حاکم اون شهر، قاضی منظورم دادگاه، اون قاضی چه چیزی لازم میشه برای اون؟ 2 تا سوال پرسید در است. یکی این که مردم این شهر کمک میخوان، آیا شرعاً جایز هستش ما کمک نکنیم؟ دومی که برای اون حاکمی که اونجا هست، قاضی دادگاه اونجا هست، اون چه حکمی پیدا میکنه؟ وظیفه اون چی هست؟ ببینی که بحث تخصصی هستش، تخصصی در دین.
حالا این آدم، این مفتی نظر اسلام رو نمیگه ها دوستان، ایشون به اسلام نیست، نظر شخصی خودش رو میگه. حالا ممکن بود دو تا اگر مفتی دیگری همونجا باشن هر کدوم یه نظر دیگری میدادن. نظر ایشون نظر اسلام نیست، نظر یه فرد فقیهیه که حالا سلطان بهش اعتماد داره، میگه آقا شما یه نظر بدید. اونم میگه حالا من سلطان چی میخواد، میدونه که سلطان چی میخواد، احتمالاً در راستای نظر سلطان نظر میده، یا بعضا ممکنه که برخلاف نظر سلطان هم نظر بده. مثلا دوباره نگاه کنید، صورت مذکوره و سنره طائفه مذکوره. صورت مذکوردن سوره، حالا اون بالا هم میشه صورت مذبوردن سوره. خب سنره، خب این رو حالا اینجا مشخص شد این ها نبوده، مثل الف نبوده، که بوده که باید نون میخوندیم. صورت مذکوردن سنره طائفه مذبورنون ایچلرinde اعلا din müşkül iken beşer içlerinde sakin olup taife mezbureye karışıp anlar ile oturup yiyip içip lakin taife mezbure ile maasi işlemiyip ve taife mezbureyi maasi mezbure den منع قادر olmamakla sukut edip içlerinde tursa şer'en caiz olur mu؟ سوال پرسیده که آقا یه آدمی، حالا ببینید یک کار زیبایی که هم سلطان کرده هم مفتی کرده اینه که نمیگه شیعه، به جای شیعه از کلمه قزلباش استفاده کرده. چون اگه شیعه میگفت تبدیل میشد به یک حالت مذهبی، حالا انحرافی از نظر 4 مذهب سنی شیعه انحرافه، ولی باز هم مذهبه. به هر حال در داخل اسلام یه مذهبه، یه روشه، یک راه، حالا یه راهی برای خودش. برای همین اونو نمیگه، اول میگه قزلباش و بعدم میگه صورت مذکوردن سمره، یعنی میگه آقا ما گذاشتیم اینا، اونها در به طایفه، به انسانهای معدودی کاهش میده، نه به نظر، به ایمان اونها کاری نداره. نگاه کنید با این کار پادشاه عثمانی یا خلیفه اسلامی میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا اینا قزلباشن، اینها رو جدای از دینشون میکنه. شما نمیتونید انسان رو از باورش جدا بکنید، ولی ایشون میاد میگه آقا من اینجا 2 تا جدا میکنم، یکی یه نظریه، یه طریقت دین، حالا بگیم از نظر اونها غیر شرعی، دروغه فلان، من این کاری ندارم، به هر چی هست من با اون کاری ندارم، من نمیخوام برم جنگ فکر اونها، نوع عبادت اونها، نوع نگاه اونها به الله. اینجا یه تعداد انسان هستن که اسمشون قزلباشه، این قزلباشا بعضیشون پیغمبر ادعا میکنن، نوه پیغمبرن، من چیکار اینا میتونم بکشم یا نه؟ آیا اگر اونها رو بکشم کشتن اونها حلاله؟ خونشون، ریختن خونشون حلال هست؟ نمیگه برم با چیز جدا میکنه. ببین این برای اولین بار من دارم میبینم در جهان اسلام بین من به عنوان انسان و بین باورهای من به عنوان باورها تفاوت قائل میشه، بین من و کارم، بین من و باورم تفاوت قائل میشه. ما هنوز تو این عصر 500 سال بعد اینو نمیتونیم. حالا گفت این کتاب در چه سالی نوشته شده، اون مهم بود، من باید اونو در می آوردم، گفت که ببینیم چه سالی بود، اون خیلی مهم بود. بذارید دوباره برگردم اول ببینیم که این گفتش که صورت چه سالی بود. 855. حالا اگر بیایم بگیم این کتاب در چه سالی نوشته، 855 ازش کسب بکنیم 1446 رو
591 سال پیش این فتوا داده شده. نگاه کنید، 591 سال پیش این فتواها داده شده. در اون سال این خلیفه اسلام تونسته بین باور انسانها و بین خود شخص انسان فاصله بندازه. از نظر من خیلی کار دشواریه، ولی مثلا بعضی از دوستان همیشه وقتی میخوام با من صحبت میگه آقا تو به عنوان خبرنگار، یعنی من رو به عنوان یه انسان مستقل در کنار کار خبرنگاری که دیگه 20 ساله نمی کنم، کار حرفه‌ای تفسیر و اینجور چیزا دارم انجام میدم، تحقیق انجام میدم، منو نمیتونن از اون شغلم جدا بکنن. حالا چطور میتونن من رو از باورهام جدا بکنن؟ همونطور که مثلا کانادایی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها ماها رو، حتی اونی که میاد میگه آقا من آتئیستم، نمیتونه از اسلام و شیعه بودن جدا بکنه. همین که میگه آقا اسم این انصاف علی هست، میگه این شیعه است. اسم محمد که بیاد دیگه این تمامی مسیحی ها همشون هم اینو میدونن دیگه. اسم محمد که بیاد، عثمان و علی و عمر و اینها بیاد، ابوبکر اینها بیاد، اینا میفهمن که این آدم مسلمانه. حالا این ضد اسلام حرکت کرده، نمیدونم مسلمان کشته، اصلا براشون مهم نیست. خب دوباره برگردیم صفحه 8 رو داشتیم میخوندیم. خب الحدیث شریف عزیز العلماء، صورت مزبوره و نصر و دنسوره، صورت مزبوره دنسوره، زید مزبور، اسمشو دیگه نمیاره ها، زید میگه، برای اینکه بگه آقا هر فردی زید مزبور و تابعولان طایفه مزبور هم پادشاه اسلام جانبیnden ümerasi ve sipahisi her birlerimize zulm edip zulmedenleri katl ve mallerini yağma edip ve bize yardım etmeyenleri ve tabi olmayanları katl edip mallerini yağma etmek için ittifak edin ya edek hakkı bizim iledir deyip tevilleri olsa şer'an ne lazım olur. حالا اینجا هم شاه دوباره یک سوالی پرسید. حالا من یه جایی رو نخوندم، انگار که جواب رو نخوندم، اومدم یه سوال دیگر رو خوندم. سراج الوهاج امرکم به خمیس یا خمس به جماعت و سمع و امرکم به خمسن به جماعت و سمع و طاعت و الهجرت و بکها و فی سبیل الله و انا من خرج من الجماعة شرا فقد خلع ريعة الإسلام عن عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى انس جاهلیه، من اینجوری دارم میخونم، جاهلیت فهو من هشاجهم یا هشاجهم، بله، و انسام فسلا و زعم انه مسلم. الحدیث الشریف اتیء سوادان اتیء السواد الا العظم السواد العظم فانه من شد في النار شذ فی النار، احتمالاً باشه، نمیدونم. الحدیث شرعی عزیز. حالا اینجا عربی داده جواب شاه رو، دیگه نتونستم بفهمم که چی هست، خیلی تخصصی بود. حالا اونجایی که شاه پرسید که آقا
یه آدم‌هایی از ما رفتن در داخل این دشمن زندگی میکنن، اونجا با اینها نشست و برخاست میکنن، غذا میخورن، چیز میخرن، چیز میفروشن، لباس میخرن، لباس میفروشن، هر چی دیگه یارن زندگی میکنن، اینجوری بگم. میگه ولی شاهد میشن که اونجا ظلم میکنن به مردم، قتل میکنن، اموال مردم رو میگیرن، از بین میبرن. میگه اگر اینها بیان در راه حمایت از ما اونها رو بکشن و اموال اونها رو غارت بکنن، بگیرن، بیزه تابع علمیانری دیگه. حالا در اینجا اتفاق کردیم حق bizim ile دیگه تعویلleri olsa شرعا لازم. میگه آیا میتونیم بگیم حق با این هاست به خاطر این بیان این کارو بکنن؟ جواب داده الجواب خروج علی السلطان olur padişah İslam'ın üzerine küfrüden gayri ile huruc olunmaz, caiz değildir. صبر etmek gerektir. حالا میگه اگه مسلمون باشه، اگه بر علیه پادشاه اسلام قیام کرده باشه میشه اونا رو کشه. اما اگر چیز باشه، اسلام بگن آقا ما چیز هستیم، کافر باشن که میشه کش. ولی اگر کافر نباشن sabır etmek gerektiği taife-i mezburiden her birisi sabriyle musab olur. Ecr میگیرن. musab اینجا ecr. etmeyip hakkı bizim ile dür deyip ve belki vilayet iddia edip tevilleri var ise be gayet olup cemaate davet olunup şüpheleri keşf olunup itaat eylemezler ise qital olunup maktul olanların namazları kılınmaz ve zulma qatl edildikleri Müslümin değerlerini ve mallerini Müslüminin demlerini ve mallerini istihlal ederlerse kefere olurlar. نمیگه اگر بیان مسلمان‌های رو بکشن و مال‌های اونها رو بردارن بگن که میخوایم حلال خون اینها و مال اینها برای ما، میگه نه، اونها کافر میشن. خب بریم آخرین سفر رو هم یه نگاهی بهش بندازیم و تمام. کتاب بسیار جالبیه. من فکر می‌کنم که درس‌های بسیار زیادی در این کتاب برای ما موجود هستش. ابو سعود، این ابو سعود احتمالاً یکی از بزرگان فتواست و ایناست، نمیدونم. مسئله اسرار için şerh negayede müteahhirin qılının ve galilinin ve kesirinin hürmetine fetva verdiler. Halline fetva vermek iptida ve zendegedir der. Bu vaqi olan meselenin asli ve vecihi nedir? Bu nakl ile amel olunur mu? El-cevab, bu sualimiz harfi kelematıdır. Ehli ilm sözü değildir. İmam Semer Taşi ya Temer Taşi ya iftira etmiş, cehlini izhar etmiş, haşiş nece der diyor, haşiş çiçi nece der diyor itiraf ettikten sonra ol hadyan suretlerinin ebahetine tasrih cemi kutub usulide vardır. İbn Amr İmam-ı Azam'ın telamizlerindendir ve E'imme-i Hanife'nin kebarindendir. Haşişinin haline fetva vermiştir.
halline halaline fetva vermiştir. Ehl-i İslami'den olan ana zendik demez. Meğer ki avamiden ola zendik ne idiken bilmeye. اینجا سوره احمد ابن کمال سوره نمیشه، این bilmeye göre هم میتونه باشه. göre احمد ابن کمال مسئله اسرار کیفیت için yenci gla ve kesire احلال olur. حالا خلاصه اون چیز رو گفته که مسئله اسرار این کشیدن مواد افیونی، اینو داره میگه. در مورد مواد افیون سوال کردن. اسرار در زبان ترکی قدیم به مواد افیونی گفته میشد. مسئله اسرار keyfiyeti için yenecek galilen ve kesiren helal olur mi? الجواب حرامdır. Ahmet سه کمال الوریر. حالا این نمیدونم چیه، به هر حال میگه حرامه. اینجا پرسیده، بالا هم پرسیده بود یه چیزی در این مایه ها. مسئله اسرار حلال میدور حرام میدور؟ الجواب حدسنره varmayınca varmayınca حرام olmaz. حالا این نمیدونم این یعنی چی. مسئله اسرار حلال میدور حرام میدور؟ الجواب حد سکره یعنی به حالت مستی. حد سکره varmayınca حرام olmaz. تا به اون حدی نرسه که از حال ببرتشون حرام نمیشه. حالا اسم آدم رو هم آورده احمد سین کمال. Bu surette esrarda had sekere ne mertebededir? الجواب تغییر وضع edip hazliyat söylemektir. اگر به hazliyat برسه، چرند و پرند بگه، چرندیات بگه، میشه اون مرتبه که دیگه حرام میشه. خب ادامه داره این کتاب. من فکر کردم ادامه نداره. اینجا البته یه چیزایی نوشته که من دیگه اینها رو چیز نیست. اون Şam Şerif'in havi olduğu gazaların defteridir ki Şam Şerif'in havi olduğu gazaların defteridir ki zikrü beyan olunur. 1237. حالا در آخر این کتاب یه صفحه خالی بوده، چند تا صفحه خالی بوده. اومدن مثلا غزای ایالت شام، در ایالت شام یه جنگی وجود داشته. حالا اینجا یه نمیدونم 21 هم گذاشته، میم سین سنه 1236. یه اموالی که در اونجا بوده اون رو میگه. قدس شریف 1، نابلس 2. این چیزی بوده که در اون جنگ احتمالاً اینها رو گرفتن. اون چیز شام شریفین حاوی اولدغی. شام شامل چه شهرها و اینا روستاها بوده؟ یا روستاها که نبگیم، حالا اون زمان دیگه مراکز بیشتر نه روستایی شهری بوده. اینو میگه که بیان اولونور در سال فلان. احتمالاً هم این فضا باشه، غذا نباشه. فضالرون اونجوری بهتر میشه. شام شریفین حاوی اولدغی فضالرون دفتری دور. فضای ایالت شام، قدس شریف، نابلس، جنین، بلبک، هوران احتمالاً باشه یا هورام. هر دوتا میتونم بخونم. اینا هوران من خوندم.
حسبیا یا حسبیا، داشیا، بقا یا بقا، هماه، خمس یا همس، خمس البته، مغرة النعمان، گنتیره، عجلون، یوسف همدان الدروز. 14 تا جمع کرده اینجا، میگه که 14 منطقه بوده جزو قلمرو شام بوده. ایالت سیدا یا صدا، ایالت سیدا احتمالا باشه. سیدا ایالتی داخلی اولدومه گزالرندن، این هم 1237 دوباره نوشته شده. حالا اینا چیه؟ سیدا، در سیدا چه ایالت هایی وجود داره، داخلش چه فضاهایی وجود داره، یعنی جاهایی وجود داره؟ غزه، رمله، لور، بافه، سیدا، تبریا، صفر یا سفت، ترابلوس، لازقیه، سور، ناصره، شفاء امر، فارس الناصف، بیروت، جبل دوز، انبش. 15 تا. حالا در صفحه بعد یه اطلاعات دیگری نوشته، مدینه فلان هم اینها میبینیم که مربوط به آمار. یه مقدار کوچیک بکنیم ببینیم دیگه اینجا چی هست، ببینیم این چیه. احتمالا این مربوط به کوتاهیه، فضالرندن بیر مستزاد و رود ایده جن نکشینه‌لر دفتری دور. حالا اینو دیگه خیلی نتونستم بخونم، من اینو کوتاهیه خوندم. کوتاهیه فضالرندن بیر معناد وردور ایده ورود ایده جن ودو الجک نکشینه‌لر دور، نکشینه‌لر دفتری دور. حالا بذار ببینیم اینجا چی میگه. کوتاهیه اگه مین 200 فضا چال حرمت مباشریه یا حزمت مباشریه. نمیدونم این عددها چیه، آیا 1000 بخونیم یا 100 میلیون بخونیم، نمیدونم. اینجا یه 1200 هست، یه چیز فضای انبای، این 450 بوده، هرچی بوده. 1200 غذای سماد 750 بوده. اینا دیگه یه چیزاییه که من سر در نمیارم و تمام شد. محمد خداوردی کللری. حالا اینجا یه چیزی نوشته، گفته که برده های محمد خداوردی. حالا اینو برای چی نوشته نمیدونم. بذار ببینید این صفحه اینجا چی نوشته. بخچه دانه دور بلا سنویسنه محسوب. حالا اینا درآمد احتمالا این هاست، نمیدونم. مثلا 24 gazme bir çapa kürek için dirilen. حالا اینجا اینها احتمالا مربوط به نمیدونم چی هست. این دوتای آخر به نظر میاد چه بوخچه وان دور بلان سنویسine محسوب 24 gazme bil çapa kürek için dirilan. حالا این چی هست نمیدونم. مربوط این دوتا آخر مربوط به یه ابزارهایی که اونجا مثلا 24 تا کلنگ بوده، یه دونه هم بیل شکسته بوده یا بیلی که برای چاپا کürek için verilen
داده شده اید. اون آخری. حالا اینجا طولای فاحسن قیمت تقدیر اولندوغینی صاحب اراضی ورگوسونه از سمتدن. احتمالاً طولای فاحسن قیمت تقدیر اولندوغی صاحب اراضی ادعا ایلدیگی خالده اولونه جق معامله حقینده دفتر حقایتیندن حالا اینجا ادن 3-16 kaldı حالا دیگه 500 دیگه نمیشه. 524 نمرeli تحریرات buraya وصولی تاریخ 216 چی نمیدونم. اینجا هم احتمالا در مورد مالیاتی که یا چیزی که دریافت کردن، دفتری که در اونجا یادداشت کردن، شماره دفتر رو نوشته که 545 احتمالاً 5245 احتمالاً باشه. نمرeli تحریرات 100 آیه وصولی تاریخ فلان. حالا خیلی خلاصه هست، احتمالاً اینها جمله نیستن، اینا هر کدوم یک کلمه هست برای اشاره به یه چیزی، مثل اون چیزایی که دادگاه ها معمولاً این کار رو میکنن. خب امروز با 2 کتاب آشنا شدیم. یکیشو متاسفانه نتونستم بخونم به خاطر ریزی خط و بیسوادی من، نشد این رو بخونم. دومی ولی تا حدودی تونستیم بخونیم. فتواهایی بود که سلطان سلیمان در حمله به طهماسب اول و برادرش این سوالها رو پرسیده و جوابهایی رو گرفته. به هر حال از نظر فکری و بررسی تاریخی احکام که آیا احکام میتونه اسلامی باشه نباشه، به نظر من منبع جالبی هست، ولی خب نیاز هستش که به دقت بشینیم اینها رو بخونیم. الله توفیق داد که امروز 2 کتاب رو آشنا شدم باهاش. 2 کتاب ترکی قدیمی که یکی حدود 600 سال بود، اون 2 تای دیگر حدود 500 ساله بودن، یعنی اون دیگری حدود 500 ساله بود. با اینها آشنا شدیم، گرچه نتونستم یکی رو بخونم، اصلا خیلی ازش سر در نیاوردم. میتونستم بخونم اما حوصله‌ام نرسید راستشو بخواید، ولی این دیگری رو تونستم یه مقدار بخونم و لذتم بردم. امیدوارم که الله تعالی یه توفیق دیگری